12 ایون روزی تولد اساسیش بود. 12 ایون ایساق بندگی کرد. لیکن ایساق کسل بود، بیمار بود. روزای آخر فقط میگفت که قلبم اینجا درد میکنه، قلبم درد میکنه. بعد از دکترهای طبیبای بسیار رفته گفتن که وای الرژی چیزی وای شده ممکن از روی یگان وای. لیکن هم طبابت بسیار گرفتن. ممکن این طبابت از روی ممکن پسرانم بود، ممکن درد پسرانم ممکن قلبش به درد آمد و به همین حال گرفتار شد. اول همه طبابت گرفتن، همه دیاگنوزا را گذاشتن، همه ویارا یگان چو کسل نبرومد، فقط همینجا دیق نفس گفتن. بعد هم آخرین ساعت امو وای دلش کفید، فقط همینجا میسوخ، همینجا گفتن سوخ. بعد آخر همون روز قریب تموم کرد گفتن همونجا یکی از وای دل وای کلپنای دل کفیده است. یک ماه آخر آتای بعد پدرم وایش بعضی سلام همین یک ماه ده 20 کیلو خرید وای فرید ویس خراب شد وزنش. در این لحظه های مصیبت و ماتم میخوام بگم که از لحاظ معیارهای فردی گیرم اگر بهترین دوست و رفیق و برادر از دست دادیم، از لحاظ معیارهای جامعه داری باشه نفری که سراپا صمیمیت بود و در مورد آنچه که ارتباط به موضوع زاید سیدوف دارد و ارتباط به فعالیت کسبی ایساق تبارک دارد، اون دشواری ها، اون نابراری ها، آنچه که او و دیگران ما همه نفرهایی که با قانون و قانونیت سر کار دارن، نفری که ذره از حقیقت و عدالت دارد، ذره تصوراتی دارد که چگونه میتوان دریافت شود و من چیست حقیقت و عدالت، این هم یک اثری بسیار بدی در نهادش بود. همه وقت میگفت، همه وقت اندیشه میکرد، همه وقت نارضا از آن بود که میگفت شاید سببش من هستم که نتوانستم در دریافت حقیقت و عدالت در آن سطحی که ضرور است و لازم است به این نفر، به این فرد کمک کرده را عذاب میکشید، درد داشت. ولی هر کسی که ذره صاحب عقل و خرد است میداند که کاری که ایساق تبارک و دو نفری که دیگری که در برش بودن و دفاع حقوق زاید سیدوف بر عهدهشان بود، کاری که اینا کردن از بهترین و بزرگترین حمایتگرانی که نه تنها در جمهوری هستند، من با کمال مسئولیت نمیتونم که عرض کنم، حتی بیرون از آن این عهده کردن نمیتونستم. کاری که اینا کردن این قهرمانی بود، کاری که ایساق کرد قهرمانی بود.